در تاریخ آمریکا اتفاقهای تلخی رخ داده، اما یکی از دردناکترینشون کوچ اجباری سرخپوستاست. تراژدی که هزاران خانواده رو از خونه‌های اجدادیشون جدا کرد. امروز قراره بفهمیم سرخپوست‌ها چه کسانی بودن، کجا زندگی می‌کردن، چرا دولت آمریکا تصمیم به کوچ اجباریشون گرفت و این مسیر مرگبار چطور طی شد. سرخپوست‌ها، یا بهتره بگیم ملت‌های بومی آمریکا، هزاران سال قبل از ورود اروپایی‌ها در قاره آمریکا زندگی می‌کردند. اونها فرهنگ، زبان، حکومت و ساختار اجتماعی خودشون رو داشتند و هر قبیله هویت جداگونه‌ای داشت. در بخش شرقی ایالات متحده 5 قبیله بزرگ زندگی می‌کردند که بعداً بهشون ملت‌های متمدن پنجگانه گفته شد. چروکی، چاکتو، ماسکوگی، چیکاسا و سمینول. این قبایل در مناطقی زندگی می‌کردند که امروز شامل ایالت‌های جورجیا، آلاباما، میسیسیپی، فلوریدا و تنسی میشه. زمین‌های این قبایل بسیار حاصلخیز بود. بعد از کشف پنبه، ارزش این خاک چند برابر شد. از طرفی، تب طلا در سال 1828 در ایالت جورجیا باعث شد سفیدپوستان به طور گسترده وارد زمین‌های چروکی ها بشن. این فشار باعث شد دولت آمریکا تصمیم بگیره این قبایل رو از این منطقه خارج کنه تا زمین‌ها رو در اختیار مهاجران سفیدپوست قرار بده. در سال 1829 آندرو جکسون رئیس جمهور آمریکا شد. او معتقد بود که پیشرفت آمریکا وابسته به گسترش سکونت سفیدپوستان هست و بومیان باید به غرب منتقل بشن. در سال 1830 جکسون قانونی رو امضا کرد که به نام قانون جابجایی بومیان مشهور بود. این قانون به دولت اجازه میداد تمام قبایل شرقی رو مجبور کنن به منطقه‌ای در غرب رودخانه میسیسیپی نقل مکان کنن. برای توجیه این کار، دولت آمریکا ادعا کرد که بومیان در پیشرفت آمریکا اختلال ایجاد می‌کنند. زندگی در کنار سفیدپوستان براشون ممکن نیست و انتقال اونها به غرب به نفع خودشونه. اما در واقع ماجرا ساده بود. دولت زمین می‌خواست، زمین حاصلخیز و کشاورزی. وقتی قبایل همکاری نکردند، دولت از روش‌هایی مثل امضای قراردادهای اجباری و غیرقانونی، تهدید رهبران قبایل، استفاده از ارتش برای خارج کردن مردم از خونه‌ها، به ایجاد اردوگاه‌های موقت تا زمان حرکت اجباری استفاده کرد. سرخپوست‌ها حق به مخالفت نداشتند. سربازها اونها رو جمع می‌کردن و بدون اینکه اجازه بدن وسایل‌هاشون رو جمع کنن، حرکت می‌دادن. بعضی قراردادها حتی توسط رهبران واقعی قبایل امضا نشده بود. دادگاه عالی آمریکا حتی یک بار به نفع چروکی‌ها حکم داد، اما جکسون این حکم را نادیده گرفت. در نهایت فرایند کوچ اجباری از سال 1830 آغاز شد. نخستین قبیله‌ای که مجبور به کوچ شد چاکتوها بودند و بعد بقیه قبایل پنجگانه و در نهایت چروکی‌ها بیشترین تلفات رو دادند. این سفر طولانی بعدها به نام مسیر اشک‌ها شناخته شد. اونها این مسیر رو در زمستان، باران، سرما و گرسنگی طی کردند. وسایل حمل و نقل کم بود و بسیاری مجبور بودند پیاده برن. تخمین زده میشه که فقط در بین چروکی‌ها حدود 4000 نفر جونشون رو از دست دادند. در مجموع 10,000 بومی در این روند کشته شدند. یک سرباز آمریکایی به نام جان برنت که مسئول کوچ اجباری بود، سالها بعد یادداشت‌هایی در مورد زجرهای سرخپوستان در این مسیر نوشت. او گفت که سرخپوستان در مسیر از کشاورزان اروپایی طلب غذا می‌کردند و اروپایی‌ها تقاضای پول زیاد می‌کردند و اگر پول نداشتن به اونها غذا نمی‌دادند. همچنین در متن نامه گفته شده که ما با طوفان یخباران وحشتناکی روبرو شدیم. تا زمانی که به پایان فاجعه آمیز سفر رسیدیم، رنج چروکی‌ها بسیار زیاد بود. او توضیح داد که بیش از 22 نفر در یک شب به خاطر سرما و قرار گرفتن در معرض عناصر طبیعی از ذات‌الریه مردن. وقتی سرخپوست‌ها به اوکلاهاما رسیدن، انتظار داشتن سرزمینی که دولت وعده داده بود به اونها داده بشه.
اما واقعیت این بود که زمین‌ها آماده نبود، منابع کم بود و بیماری‌ها زیاد بود. اما فاجعه فقط همین نبود. بعد از چند دهه دوباره سفیدپوستان وارد اوکلاهاما شدند. به بهانه توسعه، بخش‌های حاصلخیز و ارزشمند اوکلاهاما رو تصرف کردند و بهترین زمین‌ها رو برای خودشون برداشتن و مناطق بد، خشک و بی‌ارزش رو به قبایل دادن. در نتیجه بومیان حتی در سرزمین جدیدشون هم ثبات نداشتن. بعد از چندین سال دولت آمریکا یک راه جدید برای توسعه اقتصادی قبایل پیشنهاد داد. اجازه فعالیت کازینو. اما این اجازه کاملا آزاد نبود. در دهه 1980 قانونی تصویب شد به نام Indian Gaming Regulatory. طبق این قانون بومیان میتونستن کازینو داشته باشن، اما این اجازه هم با شرطهایی همراه بود. مثلا اینکه کازینو باید روی اراضی مخصوص قبایل ساخته بشن. قبیله ها باید حکومت محلی خودشون رو داشته باشن و بخشی از درآمد به دست اومده باید صرف بهبود زندگی مردم قبیله بشه. این قانون باعث شد بعضی قبایل ثروتمند بشن، اما همه نه، چون بسیاری از قبایل هنوز هم زمین‌های ضعیف و غیر تجاری دارن و امکان ساخت کازینو براشون وجود نداره. کوچ اجباری سرخپوست‌ها یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکاست. تصمیمی که به اسم پیشرفت گرفته شد، اما بهاش هزاران جان بیگناه بود. امروز وقتی درباره مسیر اشک‌ها حرف میزنیم، قصد سرزنش افراد گذشته رو نداریم، بلکه میخوایم یادمون باشه تا تاریخ تکرار نشه. هیچ فرهنگی، هیچ مردمی و هیچ سرزمینی نباید قربانی طمع بشه. این تراژدی درسیه برای امروز.